بریم ببینیم همون زنه همونجاست یا نه. چند روز نیومدم سراغش. جاشم خطرناکه. برم ببینم اونجاست یا نه. اینجا که کسی نیست خانم. کسی نیست. خانم کجا رفته؟ خانم ایداش نیست. دنبالش بگردم. اصلا معلوم نیست کجا رفته. دشنش بود، گشنش بود. بکنی حیوانی چیزی خوردش. نگاه کنم پیدا نیست. اصلا پیداش نیست. خانوم کجا رفتی؟ پیداش نیست. من بگردم پیداش نمید. یکم برم اون برتر میرم پیداش نکنم. اصلا پیداش نیست. کنه حیوان چیزی خورده باشه. جام که اینقدر بزرگه. اصلا معلوم نیست کجاست. تو این همه جنگل من چقدرشو میتونم بگردم. کجا چیزم نیست. روز پیش که همونجا بود گفت شب میمونم. صبح خواستم بیام ببرمش یه جایی ببینیم شوهرشو پیدا نمیکنیم. من رفتم نگاه کردم نبود. اتزارم میگردم پیداش نیست. صداش کنم ببینم نمیبینم. گل نسا صداش نمیاد. جای خطرناک معلوم نیست اصلا. چیکار میکنم کو پیداش نیست. چه نیست خسته شدم. نمیتونم راه برم. جای خطرناکیه. خانم کجا رفته؟ یعنی چی؟ پیداش نیست. هیچ جا پیداش نیست. یه افتاده جایی کسی دزدیدش. چی خبر نداره. هر جا نگاه کردم پیداش نیست. اصلا معلوم نیست. جام که همش زمین کشاورزیه. نمیشه اصلا راه رفت توشون. تو کوه هم اصلا پیداش نیست. خانوم صداشم میزنم جواب نمیده. کجا رفت؟ چقدر پیاده روی کردم دنبالش گشتم پیداش نیست که نیست. خسته شدم.
جام نیست. اصلا نمیبینم. برم اینجا تو این دره ها هم نگاه کنم. ببینم تو دره ها هم نیست. اینجا هم خیلی دره است. اگه افتاده باشه تو این دره ها حتما تا الان مرده. اصلا پیداش نمی کنم. چقدر ارتفاعشون زیاده. پیداش نیست. خیلی ارتفاع این دره ها زیاده. ببینید چقدر ارتفاعشون زیاده. کسی از این بیفته زمین حتما میمیره. جام که نیست. چقدر ارتفاعشون زیاده. ببینم قشنگ نیست. مزاره گشتم پیداش نیست. خیلی خطرناک اینه. که افتاده باشه اینجا حتما تا الان کارش تموم شده. خانوم پیداش نیست. نمیبینمش اصلا. اگه تو این ارتفاع افتاده باشه حتما تا الان بیهوش شده. خانوم خانوم کجایی؟ خانوم خانوم پیداش نمی کنم. خانوم پیداش نیست. من افتاده یه جایی مرد. خانوم 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 افتادی پایین. خانوم صدامو میشنوی؟ خانوم خانوم چه ارتفاع زیاده. چجوری افتادی؟ خانوم حالتون خوبه؟ خانوم حالتون خوبه؟ چی شده؟ افتادی پایین؟ بذار ببینم نگاه کنم. من تنابی چیزی نمیبینم. یه تنابی پیدا کنم. ارتفاعش خیلی زیاده. نمیتونم بیام پایین که. باید برم تنابی چیزی پیدا کنم. همینجا وایسی تا بیام. برم کجا تناب پیدا کنم. برم نگاه کنم. برم چیزی پیدا نمی کنم. تنابی چیزی پیدا نمی کنم. چیزی اینجاست. تناب اینک اندازه‌اش چقدره. اندازه‌اش خوبه. برمش. منم میتونم کمکش کنم. اندازه‌اش خوب نیست. کجا بود؟ خانم این تنابو میندازم پایین. دستتو بگیر بهش تا بکشمت بالا. اگه میتونی یکم بیاین بالاتر. این تناب کوتاه. بیاین یکم بیاین بالا. ارتفاع زیاده. تناب کوتاه است. تناب بلندتری پیدا نکرد. بیاین بیاین. دستتون رو بگیرید. با اون دستتون بگیرید. دستتون رو بگیرید. یه کمی دیگه بیاین.
دستتون بگید بهش. بیاین بالا بیاین بالا. بذار این دوربین رو بذارم کنار کمکتون کنه. یا علی خب بیاین ولش کن. بش من. پاشید دست این دستتون علی لنشی بریم اینجا. یه خب آب آوردم بخونه. پاشید بیاین دوباره میافتید با بشینیم زیر درخت. علی بهت آب بده. یه مقدار آب آوردم براتون بازش کنم. افتاده بودین تو دره چطور شد؟ دنبال فیروزی گشتم. خب بفهم. یه صدای شویش نفتو شو بید فکر خوشه و میرو. خب و نانان تو بیک افتاده بودین تو دره. باید بریم خونه. دستتون هم چه انگار شکسته. باید بریم آروم آروم. اگه میتونید پاشید بدش تا من تا بریم. تناب تا بیارو. خب میارمش. شما برید. تناب اونجا پیدا کردم این دادنشم اونجا. این راه هم طولانیه. شما هم که نمیتونید راه برید. منم خسته شدم خیلی دنبالتون گشتم. یه اتفاقی اومدم تا افتادید تو در. گشنتون تشنتونه گشنتونه. گفتم حالا یه چیزی پیدا میکنیم برات. درد میکن؟ طوری نیست. بشینید. بشینید. بشین یه کمی استراحت کن. دستتون رو باید نشون یکی بدید. تموم شد. کسی هم نیست بیا دست رو سیک کنه. باید یه دکتری بیاد معاینت کن. حالش خونی رضا بگی. فیروز بگردم. حواس تشریف نرفتی الان خوش یا زله نداره بیام ما. تو تلاش کن. راه اومدید فیروز. دشاو که بارون نگیره اینه ترسا برگردون. راه زیر یه پولی. امور رو زله دری مردن. شاسه بیون دیو یه صدایی ره. فکر کردم صدا فیروزه. ولی سایم گشت مدینش کردم نه رایان زیام من یه ارتفاعی. ربی زیبی میاد داری. حالا خوبه؟ امورش شده بسه. انا ولاجه. خطو من ازیتی کنی. دست خطا ایتونه شده. که حالا چی کنی؟ چی خدا کمک کنه؟ خطو من ازیتی کنی. اگه تو من ازیت نکنی ما قشنگ گرم جوری می آرامش چون الان دست خیلی ساش کنی. از پیل داری برای دوست راستش کنی. نه با کی پیل دار؟ چی پیل من نجوری آره.
ولی زنگ زنم و همون پیا خواست بیا ایمیل بوره. خدا ایدونه چه بلایی از سرش رفت. خب مقصر تو به چی چرا شده؟ مقصر نیست و من ازاره دارم. داره دی خب بیلش اینه تک. باید زندگی بکی باید برای نیمه نه دستی ایش کس نه ایتی تا این روزگار بگذرانی دی هم یکی و منی برنامه که خانموی اوه مونی گره دی هم یکی دیمون دیره الان اشتو ولی این طریقه دونیم من بینه تا زنگ بزنه اون پیا بیا باشه بره دست اصلا دستون دردی کنیم ولی با اون دست یه نیته دستش شسته خانم فشار نیاوش دونی من یه خود برا کشم و گونی تا بیا نمونش خب دست ها نامه من دستون خود درد میکنه میتونم همیال داخل گونیه نمو روز نشو داخل گونی مالش رو که تمام باش الان آماده شد الان زنگ زیم فکر کنم اومد بفرما به داخل سلام آقا خوبی؟ ممنون سلام ایمیل اون روز آوردی؟ ایمیل اماره که اون گفتم یه باند و یه چی بیان آوردی؟ دستت چشه؟ با زنگ گفتی باند پا دستت چشه؟ اصلا پیروز از گم که این چند روز گردم و دینش و رای اومد و که تا بریم دوی دیو گیلنارا تا اینا بند من چی؟ آنها تو تو زنگ زنگ گفت باند چیزی بیا اینا بند من تو بریم دوی بریم سو من جتشی برمی آنها گردش بالا آروم درش انگشتم بیشتره فعلا هم تا عادی بوندش صبح نمیم دکتر اینجا به دکتر یواش دستت درد نکن حالا ایمیل مادن چه برام شو؟ میاد آماده یعنی داخل انبار ایمیل برام حالا پیک تایم نیست صبح یعنی برای من تا دوی دور حساب شد کنم با هنگام رسنا ها داخل هم یه گونیه بی زحمت اکتری باش ممنون دستون در نکن من ده باید برم ده صبح ترسم یه بریم دکتر اگر نترسیم هم خیلی فعلا کاری نوری خداحافظ برم صبح بیام نمیتونم بریمش دکتر یا نه اگر ترسم